بخوایم درباره یکی از خفن‌ترین و مرموزترین سیستم‌های دفاعی ایران صحبت کنیم. سامانه‌ای که شاید خیلی‌ها از قدرتش خبر نداشته باشند، ولی همین الان داره نقش حیاتی توی استراتژی دفاعی کشور ایفا میکنه. مورمانسک سیستمی که مثل یه غول خفته در دل ایران آماده است تا توی هر لحظه دشمن رو غافلگیر کنه. اگه عاشق اطلاعات سری و نظامی هستی، این ویدیو مخصوص توه. حالا قبل از اینکه بریم سراغ مورمانسک، بذار یه نگاهی به تاریخچه جنگ الکترونیک بندازیم. جنگ‌های مدرن دیگه فقط مربوط به تانک و هواپیماها نیست. یکی از بزرگترین میدان‌های نبرد میدان‌های مخابراتی و ارتباطی هستند. همه چیز از جنگ سرد شروع شد، جایی که شوروی سابق متوجه شد برای برتری در جنگ‌ها فقط به تانک و توپ نیازی نداره، بلکه باید بتونه کنترل امواج را هم به دست بگیره. سامانه مورمانسک از همین ایده ها بیرون اومد. این سامانه توسط روس‌ها طراحی شد، اما ایران با بهره‌گیری از این تکنولوژی و بهینه‌سازی‌های بومی اون رو به یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های جنگ الکترونیک منطقه تبدیل کرد. سیستم‌هایی که بتونن به شکل همزمان با جنگ سایبری یا حمله الکترونیکی دشمن مقابله کنن. حالا برید سر اصل مطلب. مورمانسک دقیقاً چطوری کار میکنه؟ فکر کن توی یه جنگ یکی از اولین چیزهایی که باید از دست دشمن بگیری چیه؟ درسته، ارتباطات. اگه دشمن نتونه با واحدهای خودش ارتباط بگیره، کل تاکتیک‌هاش از هم میپاشه. مورمانسک یه سامانه جنگ الکترونیکی قویه که به نیروهای ایران این توانایی رو میده تا ارتباطات دشمن رو توی محدوده وسیعی قطع یا مختل کنن. سامانه مورمانسک از طریق گیرنده‌های قدرتمند خودش امواج رادیویی و مخابراتی دشمن را شناسایی میکنه. بعد اینکه مکان امواج رو دقیقاً تشخیص داد، شروع به ارسال امواج الکترونیک قوی‌تر میکنه که ارتباطات دشمن رو به هم میریزه. این یعنی فرماندهان دشمن نمیتونن دستوراتی را که لازمه به نیروهاشون برسونن. یه جورایی مثل اینه که دشمن رو توی یه تاریکی مطلق فرو ببری. مورمانسک میتونه انواع ارتباطات دشمن رو از جمله رادیوها، ماهواره‌ها و حتی سیستم‌های ارتباطی هوایی رو هم تحت تاثیر قرار بده. یکی از ویژگی‌های اصلی این سامانه اینه که میتونه سیگنال‌های دشمن رو مسدود کنه و باعث بشه اونها نتونن هیچ ارتباطی با هم داشته باشن. تا حالا چندین آزمایش بزرگ توی ایران انجام شده که توش از سامانه مورمانسک استفاده شده. یکی از مهمترین این آزمایش‌ها توی خلیج فارس بود، جایی که مورمانسک موفق شد چندین سیگنال دشمن فرضی رو به طور کامل مختل کنه. این آزمایش‌ها نشون دادن که سامانه جنگ الکترونیک ایران میتونه حتی توی سخت‌ترین شرایط جغرافیایی هم به خوبی عمل کنه. مثلا تصور کن توی یه عملیات نظامی واقعی وقتی که نیروهای دشمن دارن به سمت اهداف خودشون حرکت میکنن، ناگهان همه سیستم‌های ارتباطیشون از کار میفته. سربازها دیگه نمیتونن دستورات رو از فرماندهی بگیرن و تجهیزات پیشرفتشون هم دیگه به دردشون نمیخوره. اینجاست که قدرت مورمانسک به خوبی مشخص میشه. این سیستم نه تنها از نظر دفاعی قویه، بلکه یه توان تهاجمی هم به نیروهای ایران میده تا بتونن دشمن رو توی یه وضعیت سخت قرار بدن. اما فقط به همینجا ختم نمیشه. ایران توی سالهای اخیر شدیداً روی تکنولوژی‌های جنگ الکترونیک سرمایه‌گذاری کرده و سامانه مورمانسک هم یکی از اصلی‌ترین ابزارهاش تو این زمینه است. کارشناسان نظامی پیش بینی می‌کنند که توی دهه‌های آینده جنگ‌های الکترونیکی به یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های نبرد تبدیل بشه. یعنی آینده جنگ‌ها بیشتر از همیشه به کنترل امواج الکترونیک بستگی خواهد داشت. حالا که ایران داره روی این بخش سرمایه گذاری میکنه، مطمئنا نقش سامانه‌های مثل مورمانسک توی نبردهای آینده حیاتی خواهد بود. پس اگه فکر میکنید که جنگ‌ها فقط به موشک‌ها و تانک بستگی داره، بدونید که در واقع پشت صحنه این امواج الکترونیک هستن که میتونن همه چیز را تحت تاثیر قرار بدن. خب رفقا، امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه از این نوع ویدیوها خوشتون میاد، حتما سابسکرایب کنید که هیچ کدوم از ویدیوهای آینده رو از دست ندید.